امتیاز ازش بگیریم و گرفتیم. امیدوار بودیم که بتونیم حریف رو ببریم. خب با یه بازی هیجان انگیز در خدمتتون هستیم. ما با مهره‌های سپید در برابر حریفی از آن سوی مرزها که خارجی هم هست قرار گرفت. رایتینگ حریف 1858 و رایتینگ ما 1926. تقریبا حریف میشه گفت یک بازیکن متوسطی میتونه باشه. میخوایم در این بازی فوق‌العاده خوب بازی کنیم. البته بازم ممکنه اشتباهاتی هم لابلاش داشته باشیم. حالا ببینیم چه اتفاقاتی میافته. خب هر دو طرف در پی گسترش سوارهاشون هستن و با قلعه رفتن موقعیت شاه خودشون رو امن‌تر میکنن. ما در پی گسترش فیل C1 باید باشیم و حرکت D3 یا D4. خب این حرکت رو انجام داد. ما میزنیم، اسب ما رو زد اینجا، ما میزنیم. خب اینجا زد و ما اینجا عقب نشینی میکنیم. ببینیم که چیکار میکنیم. اسب ما رو آچمز نکرد. ما این حرکت رو انجام میدیم برای پیشگیری از آچمز، یعنی H3. و برای بلند مدت هم برای جلوگیری از مات شاه اینجا ضروری بود. یه حمله به اسبش انجام میدیم و ببینیم که چیکار. خب تهدید کرد فیل رو، برگشتیم و ببینیم حرکت بعدیش چیه. دو طرف 5 دقیقه زمان دارن، یعنی هر کدومشون 5 دقیقه زمان داشتن و در این 5 دقیقه باید بتونی بازی رو در بیاری. اگه جلو هم باشه و تایمت تموم بشه یعنی میبازی. خب ما میایم اینجا حرکت E1 رو با رخ انجام میدیم، یعنی TE1 و ببینیم که سیاه چه برنامه‌ای داره. باید گسترش اون اسبی که اون پایین در B8 داره رو انجام بده. خب وزیرش رو از حالت آچمز اسب خارج کنه. ما هم میایم این اسب رو اینجا قرار میدیم. حالا این طرح ماست، ممکنه این حرکت هم جالب مثلا نباشه، ولی خب اون چیزی که تو ذهن ما بود برای این بازی این بود که ما این حرکت رو انجام. خب ببینیم که چیکار میکنه. آیا پیاده ما رو میزنه؟ احتمال داره بزنه. اگه بزنه آرایش شاه خراب میشه، پیاده ایزوله پیدا میکنه. اگه نزنه بیاد جلو، ما احتمالاً میزنیم و اون هم میزنه، بازم به نفع ما میشه. این حرکت ممکنه یک حرکت خوبی بوده باشه. ببینیم چه پاسخی میده. در زمان اندکی جلوتر قرار گرفت. خب اومد و با این حرکت میخواد موقعیت سازی کنه. خب ما یه فشار اینجا باید ایجاد کنیم. البته این فیل هم در میانه میدان، فیل E4 داره میدان داری میکنه و یه سوار خوبی برای سیاه هست. باید یه فکری به حالش انجام بدیم و یه جور یا تعویضش کنیم یا موقعیتش رو بتونیم عوض کنیم. چون ببینید یه سوار اینجوری باشه که تهدید نشه و چند تا خونه رو اداره کنه، یه سوار قوی محسوب میشه. الان فیل B3 ما ضعیفتر از این فیله، ولی خب یه قدرت خوبی رو شاه حریف داره. باید از تک تک روزنه ها و سرنخ‌ها بتونید استفاده کنید. در زمانی که حریف داره فکر میکنه، شما هم باید فکر کنید حرکت بعدیتون چی باشه که بتونید در زمان هم مدیریت خیلی خوبی رو داشته باشید. خب اینجا شاه رو حرکت داد به نقطه دیگه.
خب حالا باید اینجا ما ببینیم که چی کار میخوایم انجام بدیم. خب اینجا من ترجیح میدم اینو بزنم. الان زیاد تو بازی‌های بیلیس نمیشه مثلا اگه فکر کنی، چون من هم دارم توضیح میدم هم بازی میکنم، ممکنه عقب بیفت. مسائل همش هست. خب ما حالا دلی میخوایم این فیل رو اینجا با قلعه بزنیم. دلی زدیم، ببینیم که حریف چیکار میکنه. اگه ترکیبای خوبی تو بازی پیش بیاد حتما ما ازش استفاده میکنیم، نمیذاریم که ترکیب هدر بره. ولی خب حالا اینجا همینجوری زدیم، محاسبه هم نکرده بودیم، ببینیم که چی پیش میاد. خب این یه حمله ای رو به این فیل ما انجام داد و فیل ما رو اینجا تهدید کرد. خب این بازی به نظر خطرات روی سیاه زیاده، باید فقط بتونیم که یه جور مدیریتش کنیم. خب ما فیل رو برمیگردیم اینجا، ببینیم که حریف چیکار میکنه. حریف اومد، ما فشار رو روی این ستون بیشتر میکنیم. باید مدیریت زمان هم داشته باشیم و موقعیت سفید با توجه به اینکه سیاه الان جلو هست، یعنی 2 پیاده میتونه یا 2 امتیاز جلوتر باشه، اینجا موقعیتش جلو هست از لحاظ ماتریال. خب اینجا ما این حرکت رو انجام میدیم که مسیر فیلمون باز بشه و ستون B6 رو هم از اسب اینجا بگیریم که اونجا نیاد بشین. خب ببینیم اسب کجا میشینه. البته ممکنه این حرکت هم بد بوده باشه، چون اگه اسب رو برداره اینجا قلعه ما در خطر قرار میده. خب ببینیم که دیگه باید چی کار انجام بدیم. خب البته ما میتونیم حالا بزنیم دیگه، چاره ای هم نداریم. باید بزنیم، اون میزنه، ما میزنیم، اونم میزنه، ما میایم با شاهمون بالا. اینجا اگه شرایطی پیش میومد که ما این کار رو نمی کردیم خیلی به نفع بود، ولی خب حالا دیگه چاره‌ای نیست. خب ما باید آرایش پیاده‌ای سیاه رو یه جور به هم بزنیم. با توجه به اینکه زمان‌ها هم رو به پایانه، یه جور باید ببینیم که چیکار باید بکنیم اینجا. خب اینجا باید مدیریت کنیم، زمان‌ها رو به پایانه، باید بتونیم که حالا ممکنه اینم حرکت بدی بوده باشه. چرا؟ چون که خب زمانی نداریم که بخوایم فکر کنیم. مسئله این بازی که میتونستیم اینجا ببریم رو الان داریم خرابش کردیم. خب مشکلی نداره، بعد از این بازی ها انسان درس بگیره. ولی خب احساس میکنم این بازی ما میتونستیم حتی برنده باشیم یا حداقل یه مساوی رو ازش بگیریم. بازی نبود که حالا مثلا حریف بخواد برامون میدون داری کنه یا مثلا بتونه کار خاصی انجام.
خب ما این بازی رو باختیم و امیدوارم که لذت بردیم. حریف دوباره میخواد بازی کنه. خب به بازی میپیوندیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. اون بازی که بازم بالاخره شانس باهاش یار و ما حالا هم بد بازی کردیم هم تو زمان باختیم. در این بازی حالا سعی میکنیم بهتر ظاهر بشیم، چون بازی بلیتز خاصیتش همینه که شما باید بجنبید. اگه نجنبین و حرکات خوب رو در کمترین زمان نبینید احتمال باختتون زیاد میشه. خب الان این بازی اسپانیایی هست که این انجام داد و بازی داره به سمت تو شاخه های اسپانیایی یا روی لوپس هم باید آدم یه مقداری تسلط داشته باشه وگرنه گیر میفته. مثل این حرکت که اونم اشتباه کرد، ما هم اشتباه کردیم و هر دومون اینجا اشتباه کردیم، ولی خب هیچ کدوممون استفاده نکرد. حالا ببینیم که میخواد چی کار کنه. اگه پیاده ستون خب نیاورد ما این فیل رو باید یه جور از اینجا دورش کنیم. خیلی داره مزاحمت ایجاد میکنه. فیل بسیار بدی بود. هر لحظه امکان داشت این پیاده ستونه ای رو بیاره جلو و اینجا مکافات میشه. ببینیم که چی کار میکنه. خب الان در زمان هم وضعیت ما بد نیست. آورده است رو اونجا. ما وزیر رو میاریم در جی. خب اینا زدیم. اسبم خیلی اسب افتضاحی بود. خدا رو شکر که تعویضش که یک نفس راحتی اینجا ما کشید. این بازی رو ما دوست نداریم که ببازیم. ما تلاش میکنیم که این بازی رو بتونیم امتیاز ازش بگیریم و گرفتیم. امیدوار بودیم که بتونیم حریف رو ببریم، چون بهش میومد که اشتباهات مهلکی داشته باشه. اگر از این بازی لذت بردین حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید.